بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست و از یک خوب جز خوبی تصور نمی شود. و همه این خوبی ها برای بندگان خداست. خداوند خوب هست، نعمتهای خوب دارد، نعمتهای خوبش هم برای بندگانش هست. و ما بکم من نعمت فمن الله، هرچی نعمت در شما هست از جانب الله هست. الله نعمتهای خوب را آفریده، خلق نموده برای اینکه بندگانش را راضی بکند، خوشحال بکند، شاد بکند، توانمند بکند. پس خوبی های الله برای خودش نیست، خوبی های الله برای شماست. الله خوب است. جلوه این خوبی رحم خدا به خلقش هست. در همه جای قرآن خداوند صحبت از خوبی خودش می کند و همه پیامبران خدا صحبت از خوبی خداوند می کنند و همه می گویند که خداوند برای بندگانش خوب هست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خداوند رحمان هست. چه کسی را میخواهد رحم بکند؟ خداوند رحیم هست. نسبت به چه کسی رحیم هست؟ خداوند ارحم الراحمین هست. خداوند غفار هست. خداوند کریم هست. خداوند مهربان هست. خداوند ستار هست. خداوند تواب هست. برای چه کسی؟ عیب چه کسی را میخواهد خداوند بپوشاند؟ گناه چه کسی خداوند میخواهد بیامرزد؟ توبه چه کسی خداوند میخواهد بپذیرد؟ خطاهای چه کسانی میخواهد تصحیح کند، نادیده بگیرد؟ بخشندگی الله متوجه چه کسانی هست؟ امروز جمعه هست، یکی از بهترین روزهای خداوند. روز جمعه هدیه‌ای است از جانب پروردگار برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند ما و شما را دوست داشته، هدیه خوبی برای ما و شما عطا فرموده. قدر نعمت جمعه را بدانیم. روز جمعه تنها برای نماز جمعه خوندن نیست، برای درد دل کردن هست، برای دور هم جمع شدن هست،
برای به همدیگر سلام کردن هست، برای همدیگر را در خانه خدا در روز جمعه عفو کردن، بخشیدن، حلالی طلبیدن، حلال کردن، برای صله رحم کردن، برای توبه و استغفار کردن، برای صلوات و درود فرستادن صلی الله علیه و سلم. روز جمعه یعنی این. روز جمعه یعنی روز پیوند، روز به هم پرداختن، به هم نزدیک شدن، نه روز از هم فاصله گرفتن، از هم دور شدن، نه روز گناه و معصیت خدا. روز جمعه روز عید هفته هست. در روز عید باید خوشحالی واقعی تحقق پیدا بکند. همه از روز عید بهره‌مند بشن. فقیر احساس کمبود نکنه، ضعیف احساس ضعف نکنه، یتیم احساس بیپدری نکنه، برادر مسلمان احساس تنهایی و دوری نکنه. در جامعه اسلامی در روز جمعه و روز عید احساس بیمهری نشود. چه روز ارزشمندی خداوند برای ما قرار داده. آرزوی دیرینه داشتم که در یک جمعی به خدمت شما برسم. حالا اون جمع عروسی باشد، نماز جمعه باشد، ولی دوست نداشتم که در یک عزاداری خدمت شما برسم، گرچه مردن حق هست. کسی میمیرد ما بیاییم. چند بار تصمیم گرفتیم در عروسی خوب این روستا شرکت کنیم، ولی توفیق یاری نکرد، تا اینکه برادرمون عبدالستار سماک که در چند تا عروسی شرکت کرده بود، علاقه مردم خوب اینجا رو هی به ما بازگو میکرد. ما هم از خیلی وقت مشتاق بودیم. با هماهنگی ایشان با امام جمعه محترم و جوانای خوب این روستا بالاخره گفتیم در اولین فرصت خدمت برسیم، عرض ادبی داشته باشیم، سلامی بر برادران و خواهران مسلمانمون و مؤمنمون در این روستای خوب، در این جزیره خوب داشته باشیم. آدمی زاده، اگر فرصت ها رو غنیمت نشماریم هم زود پیر میشیم، هم زود مریض میشیم، هم زود ناتوان میشیم، هم زود عاجز میشیم، هم زود میمیریم. اینهایی که گفتم تو این آخر الزمان زود صورت میگیره، هم مردن، هم مریض شدن، هم پیر شدن، هم عاجز شدن. نگاه نکنید چقدر طب پیشرفت کرده. امروز بیماری با پیشرفت طب بیشتر شده. نگاه نکنید امروز چقدر مال و ثروت و معادن خودشو نشون داده. کمبودها بیشتر احساس می شود. نگاه نکنید که وسایل ارتباط جمعی و ارتباطاتی چقدر زیاد شده و سریع شده. قبلا یک چارپایی بود ولی مردم صله رحم بیشتر میکردن. امروز دو تا همسایه دیوار به دیوار وقت ندارن به زیارت همدیگر بروند. گرچه شهرهای با مسافت طولانی با ماشینهای خوب مثل همسایه دیوار به دیوار شده. ما در آخر الزمان قرار داریم. ایمانم در آخر الزمان اگر ایمان ضعیفی هم باشه مثل ایمان من بازم به درد میخوره، چون در آخر الزمان ایمان کمیاب میشه، چون در آخر الزمان
ایمان کمیاب می شود، مال زیاد می شود، ظلم زیاد می شود، زرق و برق دنیا زیاد می شود، خوبی کم می شود، محبت کم می شود، گذشت کم می شود. حاضر نیستیم همدیگر رو ببخشیم با یک اشتباه کوچک، ولی حاضر هستیم آبروی همدیگر رو ببریم با یک اشتباه کوچک. ولی از خدا انتظار داریم که با اشتباه بزرگ بازم ما رو بپوشاند. خودمون حاضر نیستیم یک اشتباه کوچک رو از برادرمون بپوشانیم. چقدر ما نیاز به روز جمعه داریم، چقدر ما نیاز به خانه خدا داریم. تو خانه هامون کنار زن و بچه‌مون امکانات فراهم، احساس امنیت نداریم، خوابهای عجیب و غریب میبینیم، کابوس میبینیم. اینجا محل آرامش هست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. چه روز مبارکیه، چه محل مبارکیه، چه جمع مبارکیه. جلسه خیلی آزاده، هر کسی دوست داره میتونه بره، هر کسی گشنشه، مهمان داره، وعده داره، اجباری نیست. خدایا چقدر از تو تشکر بکنیم که نماز 5 وقت قرار دادی که ما با همدیگه پشت نکنیم. اگر 2 تا مسلمان به همدیگه پشت کرد، از این نماز تا این نماز فکر بکنه، تو نماز بعدی کمر شیطان رو خورد بکنه، به برادرش سلام بکنه. اگر طول هفته نتونست مشکلش حل بکنه، حداقل روز جمعه، روز عید دیگه، اونجا به هم دیگر سلام بکنن. روز عید، مناسبت‌های مختلف. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر کسی در شب جمعه یا روز جمعه سوره کهف رو تلاوت بکند، ایمانش افزایش پیدا می‌کند. سوره کهف تلاوت بکند، ایمانش و هدایتش کامل می شود، به شرطی که محتوای سوره کهف را بداند و برنامه های سوره کهف را بداند و پیام های سوره کهف یا خداوند از خلال سوره کهف را بداند و این پیام ها را به کار بگیرد، مد نظر داشته باشد. سوره کهف داستان جز داستان ایمان نیست، جز داستان خداجویی و خدا طلبی چیزی دیگر نیست، جز به سوی خدا حرکت کردن و توکل به خدا چیز دیگر نیست، جز فرار از معصیت و شرک و گناه و بدعت و کفر به سوی هدایت و نور الهی چیزی دیگر نیست. میگه اگر مسلمانی شب جمعه یا روز جمعه خداوند توفیقش بدهد که سوره کهف را تلاوت بکند، خداوند بین 2 تا جمعه اون مسلمان و نورانی و روشن میگرداند، میدرخشاند. از این جمعه تا اون جمعه تو زندگیش جلوش پیشش همینجور میدرخشد و هیچ موقع در تاریکی گناه واقع نمی شود. منظور از نور، نوری است که دل اون جوانای مؤمن سرمایه‌دار درخشان و نورانی کرد که راهو پیدا کردن و به سوی خدا هجرت کردن. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. محور سوره کهف بر همین آیه کوتاهه، انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. چند تا جمله بیشتر نیست. سبب درخشندگی بین 2 تا جمعه خواندن داستان اون چند تا جوان بود
و امروزه اگر ریش سفیدا و پدرها صورتشون رو بر بگردونن در صف اول به صفهای بعدی که مساجد از این جوانهای مؤمن موج میزند. خداوند تعریف مؤمن کرده، بالاخص مؤمن جوان، گرچه پیر مؤمن هم محترمه، خداوند دوستش دارد، ولی جوان مؤمن تداوم یک جامعه خوب ایمانی هست. اگر ما جوانای 15-16 ساله 20 ساله مؤمن داشته باشیم، حداقل 70 سال 60 سال ما نسل مؤمن و جامعه ایمانی داریم، چون این جوانا 50 سال 60 سال 70 سال عمر میکنن. اگر از 15 ساله و 16 ساله مؤمن باشن و انس با قرآن و کلام خدا و مؤمنین داشته باشن، حداقل آینده 50 سال آینده ایمانی خواهد شد، جامعه مؤمنی خواهد شد. پدرها و ریش سفیدای مؤمنم افتخار میکنن و خدا را سپاسگزاری میکنن که نسل بعدی نسل با ایمانی است. پس پدرای بزرگوار و محترم، از مؤمن شدن فرزندانتان عصبانی نشوید. از قرآن خوندن بچه هاتون خشم نگیرید. از دیندار شدن بچه هاتون مسخره نکنید. اگر بچه کوچیکی آمد در خانه خدا قرآن بخواند، کولر را خاموش نکنید، برق را قطع نکنید، از مسجد بیرون نکنید به صرف این که موکت خراب می شود، قبض برق زیاد می آید، مسجد کثیف می کنند، کولر می سوزد، دیگه پول نیست کولر بخریم. 10 میلیون تومان نمیتونه یک معتاد رو اصلاح بکنه. 10 میلیون تومان یک معتاد، ولی با 3 میلیون تومان میشود 15 تا کولر خرید. کدوم یکی بهتره که بچه های ما بیان تو خانه خدا، مکتب خانه ها تو مسجد باشه، مسجد آباد باشه، هر ستونی یک عالمی نشسته باشه، یک طلبی 10 تا شاگرد کلام خدا، کلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم به اونها یاد بده و ریش سفیدان لذت ببرن. هر ستونی یک ستون محکمی زیر این سقف است. اینا که ستون نیست، ستون مساجد مؤمنین هستند که مساجد را با ذکر خدا، با کلام خدا، با تلاوت کلام خدا، با حلقه های علم آباد میکنند، نگه میدارند. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خوشحال باشیم که فرزندانمان دین طلب شدن، دین خواه شدن، خدا طلب شدن. انهم فتیتون، اون گروهی که خداوند سوری در قرآن نازل کرد که این سوره سبب درخشندگی برای مؤمنین امت محمد می شود صلی الله علیه و سلم. اونها در امتهای گذشته در زمان دقیانوس بودن. سبحان الله، ایمان به هم مرتبطه، فرقی نمیکنه ایمان زمان دقیانوس باشد یا ایمان امروز باشد. و مؤمنم به هم مرتبطه. حاج عبدالقادر روی منبر دعا میکرد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، نگفت برای مؤمنین زمان ما بیامرز، میگفت للمؤمنین و المؤمنات. هر مسلمانی که 2 جمله بگوید، کل مؤمنین قبل از اسلام و بعد از اسلام و بعد از خودش، همه در زندگی او شریک میشوند. دیگه نمیتونه بگه اللهم اغفر لی ولی اهل بیتی فقط، باید بگه اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. این 2 جمله چقدر قدرت داره که همه را شریک تو میکند، همه را عزیز تو میکند، همه را در خیرات و برکات و دعای خیر تو شریک میکند، همه را برادر و خواهر مسلمان تو میکند. این کلمات دینی و کلمات خدایی چقدر جذابیت و قدرت دارد.
کلمات خدایی چقدر جذابیت و قدرت دارد. قدر این دین را بدانیم. انهم فتیتون، خداوند تعریف 7 جوان میکنه. اونها سرمایه‌دار بودن، جوانای فقیر نبودن، از امرا بودن. همینطوری که قصر فرعون آسیه را اشباع نمی کرد. آسیه بیبی قصر بود، قصر کسی که میگفت من نفر اول زمین هستم. و ابلیس وسوسش کرد، گفت که یک نفر از تو بالاتره، پست و مقام چه کار میکنه؟ اللهم احفظنا، خداوند ما و شما را حفظ بکنه از بی‌ظرفیتی که با یک چک سفید بتونن ما را بخرن، با یه وعدی به یک پست و مقامی بتوانند ما را بخرن و عبد خودشان بکنن و از عبودیت الله ما را جدا بکنن. اون روسیاهی است، اون خاتمه به شر شدن هست که کسی بتواند تو را عبد خودش بکند غیر از الله. من و تو وظیفه داریم که عبد الله باشیم جل جلاله. اگر نشدیم خدا از ما توبیخ میکند و سوال میکند لمن الملک اليوم. در دنیا عبد من نشدی، آرت آمد که عبد من بشی. خزائن دنیا و آخرت در اختیار من بود. رفته عبد یک ذلیل شده که اونم میخواست بمیره و اونم مرد. الله حی لا یموته. امروز چطوری تو صورت من نگاه میکنید که رفتی عبد ذلیل من شدید که توق عبودیت از گردن در آورد. آسیه زن فرعون بود، رامس دوم. این همه خدم و حشم و قصر، اما بر دین موسی داخل شد علیه السلام. عبد خدا همیشه دعا میکرد از زمانی که خداوند بصیرت آسیه را درخشاند و عبد رب العالمین شد و بر دین موسی و هارون وارد شد، دیگه همیشه دعا میکرد، بی طاقت شده بود. این دعاش بود رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. پروردگارا قصری نزد خودت، نگفت برای من قصری در بهشت درست کن. چقدر تعبیر زیبا و دقیق. فرق بین این جمله که قصری برای من در بهشت درست کن و قصری نزد خودت در بهشت درست کن. رب ابن لی عندك، اول پیش خودت. رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون. امروز یک مأمور، یک تاجر با دوست میشه، فکر میکنه همه چی دارید. ولی آسیه میگه منو از فرعون نجات بده. نه قصرش میخوام، هیچ چیز نمیخوام. و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. ابلیس آمد در گوش فرعون گفت از تو یه نفر بالاتر هست، همون کسی که موسی ادعا میکنن. تو الان همه کاره نیستید، همه چیز نیستید، یک مقامی بالاتر از مقام تو هست. تو فرعون هستید، کل دنیا در اختیارته. اما این موسی میگوید که یک نفر مقامش از مقام تو بالاتره. اون گفت اون کیه؟ گفت نردبانی را بزنید. گفتن اون در آسمان رب العالمینه. گفت نردبانی را بزنید. به هامان گفت تا ببینم این خدای موسی کجاست. و بعد گفت من همون یکی را ادعا میکنم که منم. ما علمت لکم من اله غیری انا ربکم الاعلی. وقتی که ابلیس رو به اوج تکبر رسون فرعون را، اونجا به زمین خورد. دستور میدادن که آسیه رو میخکوب بکنن در گرما. خداوند قصر بهشتیش رو می آورد زیر چشمش. رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند از مردان خیلی به کمال رسیدن،
اما از زنها چند نفر نام میبرد. یکی مریم بنت عمرانه، یکی آسیه همسر فرعون. هدایت کاری نداره که تو در چه جامعه‌ای رشد بکنید. هدایت مرتبط به دل توست و ایده توست و فکر توست و طلب توست و تلاش توست و توکل توست به خدا و دعای توست. تو چه میطلبی؟ تو چه فکر میکنی؟ تو چه نیت میکنی؟ هر چیزی که در دلت بیاد و اون نیت بکنی همون میاد برات، چه خیر باشه چه شر باشه. به دل شر راه مده که بیچاره میشوید، خسته میشوید. انسانهایی برای جبران ضعف شخصیتشون مخبر شدن، ذلیل شدن، میخوان در بیان نمیتونن در بیان. انسانهایی برای کیف کردن تریاک کشیدن، ذلیل شدن، میخوان در بیان نمیتونن در بیان. انسانهایی برای اینکه کنجکاو باشن با جنها دوستی گرفتن که ما با جن دوستیم، با جن ارتباط داریم، فلان میکنیم فلان میکنیم. باور بکن حالا دیگه نمیتونن در بیان، توش افتادن، در بیان میکشنشون. قرار نشده با کسی، با جن انسان روابط دوستی برقرار بکنه، جن را به تفکیر خودش بگیره. اول فکراتون رو بکنید، راهتون رو انتخاب بکنید. راهی است که درش عزت هست. دیشب مراسم خیلی خوبی بود. کجا بود؟ روستای درکو. عروسی یک بچه یتیم بود. اونقدر پرمحتوا بود، اونقدر مؤمنین آمده بودن. وقتی من نگاه به چهره هاشون میکردم، این جمع آمده بودن تو عروسی، تو آخر الزمان که توبه بکنن. بس بعد از زلزله اول قشم و بعد از زلزله های پی در پی قشم، تنها چیزی که احساس نیاز می شود در جزیره قشم فقط توبه هست، هیچ چیزی دیگر نیست. در عروسی رمکان هفته گذشته برق قطع شد، هوا گرم بود، جمعیت زیاد بود. در اثناء برنامه و سخنرانی زلزله هم میشد. فکر نمی کردیم برق قطع شده، زلزله شده، مردم بیان. ولی مردم دارن تلاش میکنن بعد از این زلزله که هر جایی بتوانن خودشونو تخلیه بکنن، توبه بکنن. این احساس نیاز بعد از زلزله در قشم، در جزیره قشم پرواضح هست و آشکاره. حتی کسانی که لایبال بودن هم تو اون زلزله اول همه استغفار میگفتن، استغفر الله. این نیاز ماست و اون چیزی که نیاز ماست نیاز ماست و نیاز یک عبد همیشه ارتباط برقرار کردن با الله هست. آیا روستای گیاهدان از توبه کردن بی نیازن؟ کلا. ما خیلی دید مثبتی به این روستا داریم، چون اکثرا سادات اینجا تشکیل میدهند و چه کسانی اولاتر به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول الله از این سادات که خودشون وصلن به اونها. شخصیت های بزرگ و اولیاهای بزرگی در این روستا بوده. قطعا انتظار جوانا و نوجوانا از بزرگترها خیلی زیاده. نگذارید توسط خودمون بیگانگان و دشمنان و شیطان صفتها در جامعه ما جوانای ما را وادار به گناه بکنن و وادار به توبه نکردن بکنن. هم بهشون گناه تزریق میکنن و هم مانع توبهشون میشون. تا میخواد توبه بکنی میگه هنوز زوده، هنوز جوونی، هنوز کیفیت بکن، فرصت برای توبه هست. انهم فتیه آمنو، اونها جوان مرد بودن. ویژگیشون چه بود؟ ایمان آوردن. آمنو، به کی ایمان آوردن؟ به باطل؟ به ربهم،
چه جالبم اینجا گفته، نگفته به رب. اگر میگفت به رب خیلی خودحالی نبود، گفته به رب. اگر میگفت به رب خیلی خودحالی نبود، گفته به ربهم. ربی که مال خودشونه، به پروردگارشون، متعلق به خودشونه. اللهی که مال همه است، برای همه است، بیریا در اختیار همه است. برای توبه کردن نیاز نداری پیش ملا بری، دستت بلند بکن الله. توبه کردن خیلی راحته، ولی همین راحتی رو برای ما مشکل کردن، نمیذارن توبه بکنین. تاجر میخواد توبه بکنه نمیذارنش، عالم میخواد توبه بکنه نمیذارنش، دانشجو میخواد توبه بکنه نمیذارنش، ورزشکار میخواد توبه بکنه نمیذارنش. همه میخوان توبه بکنن ولی نمیذارنشون. آمنو به ربهم، نتیجه شد و زدناهم هدا. هر کسی ایمان به رب آورد و ایمانشو نگه داشت و تلاش برای دیگران کرد، خداوند ایمان او را افزایش میدهد و ایمان او را سبب هدایت دیگران قرار میدهد. سبحان الله. تعدادی جوان که ما اونها رو ندیدیم، در زمان ما نبودن، قبل از اسلام بودن، به زمانهای زیاد، داستانش در قرآن ما آمده. خداوند میگه داستان سوره کهف و اصحاب کهف سبب افزایش هدایت و ایمان هر کسی که این داستان را بخواند میشود. سبحان الله. چرا ما توبه نکنیم که داستان توبه ما سبب افزایش هدایت دیگران بشود؟ شیخ عبدالباسط در یک کشور، در یک جمع مسیحی که هم مسیحی ها بودن و هم مسلمان ها بودن، یک تلاوت جانانه میکنه، صدها مسیحی هم اونجا توبه میکنه. اگر تاجری مالت را برای توبه کردن، برای عالم شدن، برای مؤمن شدن، برای عفیف شدن جامعه به کار بگیر، و اگر عالمی تلاشت و علمت و بیانت و کلاست و آموزشت و تربیتت برای توانمندی جامعه اسلامی به کار بگیر، اگر صاحب نفوذ اجتماعی هستید، اگر مربی هستید، اگر سری هستید در جامعه، خداوند به تو این موقعیت عطا کرده، تلاش بکن که این موقعیت در خدمت دین باشه و دینداری جامعه باشه. دو تا جمله، اگر این دو تا جمله را مشکلمون باش حل بکنیم، جامعه ما جامعه آبادی خواهد شد. این دو تا جمله خیلی ساده میگویم. این دو تا اعتقاد هست درباره الله. این جمله را از صمیم دلت باید بگی، به فرزندت و خانوادت یاد بدید. الله. الله چی؟ الله عزیز، الله عظیم. از این ساده تر میشه گفت عقیده رو؟ الله عزیز، الله عظیم. الله عزیز چه قدرتی ایجاد میکند، الله عظیم چه قدرتی ایجاد میکند. تسلط بر دلها با تو دو چیزه، یا با عشق یا با ترسه. یا باید کسی رو دوستش بداری تا مطیعش بشوی، یا باید از کسی بترسی تا تابعش بشوید. اگر این دوتا رو به الله بدهیم، تو دارای عقیده خوبی خواهید شد و همه طبیعت و مخلوقات خدا تسلیم تو خواهد شد. این دوتا کلمه رو مشکلمون حل بکنیم باش. الله عزیز یعنی دوست داشتنی، عزیزتر از اون کسی نیست. و الله عظیم، بزرگ، عظیم، کسی از اون بزرگتر و مهیبتر و دارای هیبتی بالاتر نیست. ذوالجلال والکبریا والعظمه. به همین سادگی همه پیامبران خدا این دو جمله را گفتند. همه مردان بزرگ دین که خاتمه شهادت نصیبشون شد این جمله را گفتند. الله عزیز. ابراهیم خلیل بت شکن این جمله را گفت.
خداوند در سن نازایی پسری بهش داد. پسر بزرگ شد، پسر عزیز دلش شد، تعلق قلبش قوی شد نسبت به اون عزیزش. خداوند خواست آزمایشش بکنه، در خوابش نشان داد، گفت ابراهیم فرزندت برات عزیز شده، من چی؟ من رب تو هستم، خالق تو هستم، همه کاره تو هستم، حیات و من به تو بخشیدم، زن و من به تو بخشیدم، فرزند و من به تو بخشیدم، محبت و من به تو بخشیدم. در سن پیری و سالخوردگی و نازایی فرزند پسری بهش داد. این فرزند بزرگ شد، تعلق و عاطفه ها قوی شد. خدا در خواب بهش نشان داد، دستور داد که فرزند تو با دست خودت ذبح بکن. الله عزیز گفتن که شوخی نیست. از خواب پرید، بی‌طاقت شده، هر چه زودتر باید فرمان الله اجرا بکنه. بی‌طاقتیش این بود، نمیخواست تأخیر بکنه. فرزندش هم براش عزیزه. چند روز پیش یه نفر بهم گفت شیخ نتیجه آزمایش ما مثبت شده. 2 سال 3 سال بیشتر نیست ازدواج کردن، 2 سال بچه دار نشده. زجر میکشید، زجر 20 فرزندی 2 سال. کسانی بودن 15 سال بچه دار نشدن، 2 سال ازدواج کرده، پریشان بود. شیراز و یزد و جاهای دیگه. چند روز پیش خیلی خوشحال بود، گفت یه خبر خوشی بهت بدم، نتیجه آزمایش مثبت شده. من میخوام بچه دار بشم، پدر بشم بعد از 2 سال ازدواج. چقدر بچه عزیزه، در سن نازایی، سالخوردگی، 100 سال. خدا فرزندی پسری بهش میده. عزیز میشه یا نمیشه؟ بعد که کمی بزرگ میشه، بابا گفتن یاد میگیره، همراه باباش این طرف اون طرف. در خواب میبینه که خدا بهش میگه با دست خودت ذبحش بکن. از خواب میبره، بی طاقته که فرمان خدا را اجرا نکنه. والعیاذ بالله. بچه رو میبره به صحرا، شروع میکنه، مشورت میکنه نظر تو چیه فرزندم؟ امر خداست، تو عزیزی، الله عزیز داره. الله عزیز میگه بابا بذار الله عزیز باشه، یا ابت افعل ما تؤمر. ای بابا اون چیزی که خدا به تو امر کرده بذار الله عزیز باشه. اینجاست که میگذاره فرزندش بسم الله میگوید که اونو ذبح بکنه. ندا میاد که قد صدقت الرؤیا، تو در امتحان و آزمون خداوندی قبول شدی. الله عزیز. حالا نتیجه الله عزیز شدن چیه؟ اگر میگفت پسرم چه میشد؟ اگر گفت الله عزیز چه شد؟ وقتی گفت الله عزیز، هم الله پسر بهش داد، کارد نبرید، هم جلو الله رو سفید شد، هم ایمانش حفظ شد، هم خانه خدا کعبه توسط همین فرزند با خودش به قامت رسید، هم عید قربان برای مسلمان ها درست شد که هر قربانی، هر موی قربانی 10 تا حسنه تولید بشه. اگر نمی گفت الله عزیز، پسرم عزیز، فرمان خدا ولش کن، پسرش هم مریض می شد، پسرش هم می مرد، خدا رو از دست می داد. ولی وقتی میگه الله عزیز، همه چی براش حفظ میشه. نترسیم، هر چشمکی و هر چراغ سبزی ما را فریب ندهد. از خدا بترسیم، اونهایی که در رأس کارن. وسوسه های شیطانی زیاد است، چک های سفید زیاد است، پست و مقام ها زیاد است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله عزیز. پسرش حفظ شد، قوچ قربانی از بهشت فرستاده شد، ایمانش حفظ شد، خانه خدا به قامت رسید. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. هم حج ابراهیمی تحقق پیدا کرد.
از همین جمله الله عزیز. هر چیز عزیز را فدای الله عزیز بکنیم، هر چیز عزیز را فدای الله عزیز بکنیم. متاسفانه تو همین جام جهانی خیلی چیزا ثابت شد. من تو عروسی رمکنم گفتم آدم بود که مسلمان 500,000 تومان خرج کرد تو همین چند روز مسابقات فوتبال جام جهانی. ریسیور خرید، اون دشش رو عوض کرد، آنتن جدید خرید، تلویزیون رنگی بزرگ 50 اینچ خریده، 500 بعضی 200 میلیون خرج کردن که فوتبال بازی رو ببینن. باقی نماز الان مسابقه خیلی حساسه، آرژانتین با نمیدونم فلان داره، بری میگی برای کلاس قرآن 2000 تومان بدید، پول نداره پسرش. از ملاها عیب میگیرن، ملاها دارن پول میگیرن. یک کلری به مسجد بدید، فقیر نداره. خیلی ها بلیط گرفتن رفتن. وقتی تیم ملی ایران گل خورد و حذف شد چه جنجال هایی برپا نشد، کسی جواب سلام کسی نمیداد. الله عزیز. نتیجه چی بوده در زندگی ابوبکر؟ چی بوده رضی الله عنه؟ وقتی که رسول الله گفت صدقه بدید، ابوبکر کل زندگیشو گذاشت اونجا. نگاه تو چشم ابوبکر کرد، گفت تو خونه برای زن و بچت چه گذاشتی؟ گفت ترکت لهم الله و رسوله، برای زن و بچم خدا و رسول خدا گذاشتم. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یک قافله 700 تا شتر رو یک جا در راه خدا در مدینه انفاق کرد و گفت که من میخوام روز قیامت دوان دوان وارد بهشت بشم. الله عزیز، بهشت عزیز، رضای خدا عزیز. هر چیز عزیز و دوست داشتنی رو فدای الله بکنید و هیچ موقع به غیر الله قسم نخورید به عنوان دوست داشتنی و عزیز. بعضی موقع بعضی مسلمان ها میخوان قسم بخورن، میگه سر فرزند عزیزم، جان مادر عزیزم که دوستش دارم، مادر سرطان میگیره، فرزند سرطان میگیره. بچه و زن و مادر رو عزیزتر از خدا نکن بهش قسم بخورید. قسم فقط به الله، والله بالله تالله. هر عزیزی عزیزتر از خداش کردی، همون سبب رنجشت، سبب دور شدنت از خدا و سبب درد و رنجت و گرفتاریت در دنیا می شود. قسم فقط به الله، نذر فقط به الله، سوگند فقط به الله، قربانی فقط برای الله، هدایت فقط از الله طلبیدن، شفا از الله طلبیدن، اولاد از الله طلبیدن. با گل خوردن و نمیدونم پارچه باد زدن کسی بچه دار نمی شود. اذا مرضت فهو یشفین، ریشی همه اعتقادات خوب تو قرآنه. اذا مرضت فهو یشفین، اگر مریض شدم اون طبیب منه، اون منو شفا میده. مسائل اعتقادیمون رو درست بکنیم. الله عزیز. ابراهیم گفت چه ثمراتی به همراه داشت. الله عظیم. اون قسمت الله باید دوست داشتنی باشه تا دلت فقط متوجه الله باشه. هرچی که الله میپسنده و عزیز نزد الله و دوست داشتنی است، اگر پیش تو هم سخته باید تابع خودت تابع الله بکنی دلت و اون را بپسنده. قسمت دوم الله عظیم. من به همین مطلب انشاءالله خلاصه میکنم و خاتمه میدم، چون میدونم که گرسنه هستید و خیلی حوصله کردید. الله عظیم. اون قسمت این دوست داشتنیه. احتمال داره که به انسان وعده بدن، چه که سفیدی امضا بکنن میگن نقطه هاشو خودت بگذار، هر چی میخوای، هر چی دلت میخواد، فقط بگو که این میکروفون نیست، این سر ماره. امروزه به خیلی ها میگن که بگید این چک بگیر، بگو این میکروفون نیست، این پنجره است. این چیه؟ این قلمه. اگر من بگم این قلم نیست، شما میدونی که یک خبری هست، یک کاسه زیر این کاسه هست. قبل از اینکه وارد در بشم هیچی که تو جیبم گذاشتن که بگم این قلم نیست. همه میدونید که من دارم دروغ میگم، من خدایی صحبت نمی کنم. خدا اعمال و رفتار ما را همه خدایی بگرداند. یک داستانی خیلی تکان دهنده است، همه جا هم گفتم. شیخ ادهم یکی از عارفین بزرگ، از مسیری رد میشد. این عارف بزرگ گل به روی شما، یک جوان یهودی طول سگی به زنجیر کشیده بود، دنبالش راه افتاده بود.
میخواست که شیخ رو تحقیر بکنه. تا شیخ صدای پا میشنوید توقف میکرد، میدید که یک جوان پشت سرشه، یه سگم به زنجیر کشیده بلا نسبت حضار و گل روی شما دست گرفته داره میاد. تا شیخ نگاه میکنه میسته، راه میفته، دوباره راه میفته، تا رسید به تجمع مردم. اونجا که رسید صدا زد فلانی جناب شیخ با تمسخر. برگردون صورتش نگاه کرد که همون جوان با طول سگش. گفت بله فرزندم، عرضی داشتید؟ امری بود. گفت بله یک سوال داشتم. حالا جمع خیلی جمع بود. گفت سوال تو بفرما پسرم. گفت این دم سگ منو میبینید؟ گفت بله پسرم، دم سگ تو میبینم. گفت ریش خودت هم میبینید؟ گفت بله ریش خودم هم میبینم. گفت سوالم اینه، دم سگ من بهتره یا ریش تو؟ کدوم یکی بهتره؟ دم سگ من بهتره یا ریش تو؟ اگر این سوال امروز از یه ملای عادی بکنن چی میشه؟ اگه قدرت داشته باشه چشماشو در میاره. اگر گذشت بکنه از روی عاجزی و ناتوانیه. گفت ببین پسرم، علما چقدر برکتن. گفت ببین پسرم، ما یک قاعده داریم، اگر ریش من خدایی باشه، ریایی نباشه، روز قیامت خودم و ریشم تو بهشت باشیم، ریش من از دم سگ تو بهتره. اما اگر ریش من خدایی نباشه، ریایی باشه و خودنمایی باشه، روز قیامت خودم و ریشم تو جهنم باشم، دم سگ تو از ریش من خیلی بهتره. خدا دوستی و خدا طلبی در اعمال و در رفتار آدم و زینت میبخشه. زینت هر انسان مسلمان اخلاصه و این که خدا و دستورات خدا و برنامه های خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از هر امری براش عزیزتر باشه، دوست داشتنی باشه. وقتی این جمله با این ادب گفت، جوان سرش انداخت پایین، شرمنده شد. حالا نمیتونست سگش رها بکنه، نمیتونست به پای شیخ بیفته. بالاخره تصمیمش رو گرفت، سگش رو رها کرد و بر دست همون شیخ بوسه زد و همونجا شهادتینش به اسلام اعلام کرد. مسلمانی که 50 سال از عمر در اسلام گذشته، مواظب ایمانت باش، وگرنه خواننده انگلیسی که 30 سال در گناه و عیاشی و شرابخواری بوده داره توبه میکنه. مواظب ایمانت باش. 50 سال تو اسلام بودی، مواظب فرزندانت باش. تو همین مسابقات فوتبال چند تا اسم اسلامی بود. در تیم ملی فرانسه شخصی هست به اسم زین الدین زیدان. زین الدین وقتی گل زد دست به آسمان بلند کرد. خیلی از همین فوتبالیستا که حرفه‌ای هستن پول در میارن صرف فقرا میکنن. میگن در تیم غانا یک جوان فقیری بوده که حرفه‌ای شده، ندار بوده در گذشته، با همین فقرا زندگی میکرده، الان که به جای رسیده هرچی پول در میاره بین فقرا تقسیم میکنه. کات استیفن هم مسلمان شد، خواننده مشهور بریتانی. اسمش گذاشت یوسف اسلام. من یوسف پسر اسلام هستم. در قلب لندن مدرسه زده با کل تجهیزاتش و هزینهش و حقوق مدرسینش. همین خواننده‌ای که تا دیروز عیاش بود، شرابخوار بود، زناکار بود، 1000 کار میکرد، خدا توبهش داد. مریضی سل گرفت، به درگاه خدا دعا کرد این سل رو از من دور بکن، من دور همه چی خط میکشم، به درگاه تو توبه میکنم. و خداوند نجات داد و توبه کرد. امروز یک داعی مسلمان شده. الله عظیم. دوباره ابراهیم خلیل
وقتی که کارش رو شد خودش رو نشان داد، بت‌ها رو خور کرد. در روز عید و شادی نمرود و نیمرودیان رفت به بتکده و هرچی بت بود خور کرد.